من مطمئنم شیرینی عید به این جذابی و خوشگلی و خوشمزگی رو هیچ جا نمیتونی پیدا کنی. پس همینجا سیوش کن و حتما به دوست با سلیقت هم بفرست. تخم مرغ، پودر قند و وانیل رو خوب با هم مخلوط میکنیم تا کاملا یک دست بشه و کره نرم شده رو بهش اضافه میکنیم. دوباره هم میزنیم و در نهایت آرد و بیکینگ پودر رو، نمک رو در چند مرحله بهش اضافه میکنیم تا خمیرمون رو جمع کنیم. خمیر رو که جمع کردیم کنار میذاریم، میریم سراغ مواد میانیمون. برای مواد میانی من از گردو، خرما و پودر هل استفاده کردم که تو کپشن براتون میذارم که جایگزینش چی هستش. حتما کپشن رو بخونید. خوب با هم مخلوط میکنیم و کنار میذاریم. خمیرامونو که آماده کرده بودیم و به اندازه فندق کوچیک دستمون گرد میکنیم و جمع میکنیم توی سینی و 10 دقیقه داخل یخچال استراحت میدیم. مواد میانیمون هم به همین شکل به اندازه فندق برمیداریم و گرد میکنیم و داخل یه ظرف میذاریم و کنار میذاریم. موادمون که آماده شد دستگاه میذاریم که گرم بشه، چربش میکنیم و خمیرهامون رو به این شکل داخلش میذاریم، در دستگاه میبندیم و 3 دقیقه اجازه میدیم که شیرینی هامون آماده بشه. بعد 3 دقیقه شیرینی ها از دستگاه بیرون میاریم و مواد میانیمون رو داخل پودر پسته میقلتونیم و یه دونه از مواد میانی رو داخل 2 تا از شیرینی ها میذاریم به این شکل و به همین جذابی یه شیرینی پسته فوق‌العاده خوشمزه رو میتونی برای عید درست کنی. ببین هم مناسب عید هم ماه رمضان. سیوش کن و حتما حمایتش کن. ممنون که همیشه حمایتم